مکان کیف پول 25000 دلاری توی جی تی ای. برو بریم که بهت نشون بدم. فقط قبلش سابسکرایب یاد نره. عجیبه. اول از همه چی باید ساب کنیم منو. بعد از اینکه ساب کردی توی یه جای مپ من بهت نشون میدم، باید دقیقاً بیای اونجا تا بتونی کیف پولو پیدا کنی که دقیقاً مکانش همینجاست. خداوند انشالله همه ما را آدم کن. خب حالا بعد از اینکه اینجا اومدید باید با شخصیت مایکل ترور یا فرانکلین، هیچ فرقی نداره، اونجا رو میبینید که چند تا ماشین انگار با هم خوردن، دعوا کردن، حالا مس کردن، اینا کاری نداریم. باید برید اونجا یه ذره باید برید پایین‌تر تا کیف پولو پیدا کنید. جدی میفرمایید؟ بعد از اینکه با 1000 بدبختی 7 خانه رستم رو رد کردید، باید یه ذره این سمت راستو رو بگردید تا این کیف پول رو پیدا کنید. 2 نفر زدن به تیپ و تاپ به هم و یه دونه کیف پول هم اون وسط افتاده که وقتی میرید برش دارید این یارو سمت راستیه میگه برش نداره، شما یه ورتون هم نباشه و سریع برید برش دارید و 25000 دلار به جیب بزنید به همین راحتی. اگه بازم از این چرت و پرت میخوای حتما منو ساب کن.